امروز منم به 3 تا از بازی خفن ریسینگ موبایل رو معرفی بکنم که تو سبک خودشون بهترین. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. بازی اول بازی CSR ریسینگ 2 که یکی از محبوب ترین بازی ریسینگه. نسخه دوم بازی که به اسم CSR 2 شناخته میشه با رفع مشکلات بازی قبلی، یعنی نسخه قبلی خودش به مراتب کیفیت گرافیک بهتری رو به طرفداران ارائه میده و از نظر فیزیکی بازی خیلی بهتر شده. مسابقات بازی به صورت درگ و در واقع بعد در کمترین زمان ممکن مسیر رو قبل از حریفتون به پایان برسون که واسه اونایی که طرفدار درگن یه بازی فوق‌العاده است که تقریبا گرافیک بی‌نظیر رو و مشابه کنسول رو بهتون ارائه میده که از نظر من بازی گرافیک خیلی خفنی داره و اگه عاشق این سبک بازی حتما این بازی رو تجربه بکن. بازی دومی که میخوام بهت معرفی بکنم بازی ریسینگ 3 بازی که کمپانی الکترونیک آرتس همون یا بازی رو ساخته، یکی از کمپانی مطرح بازی سازی چه تو کنسول و چه توی بازی موبایل که همه میشناسنش. این بازی از نظر گرافیک خفن ترین بازی گرافیک موبایل از نظر من و کاملا گرافیک کنسول نسل 7 رو بهت ارائه میده. نمیگم نسل 8 چون نسل 8 یکم گرافیکش بهتر، یک کنسول نسل 7 رو بهت ارائه میده. توی این بازی شما از میان برندهای معروف جهان که من تقریبا میتونم بگم تمام کمپانی‌ها و تمام ماشینا توش وجود دارن، البته به جز ایرانی ها اینا، واقعا تمام ماشینا و کمپانی‌ها رو داره و از نظر من این فوق‌العاده است. بازی ریسینگه و خب مشخصه چی سبکیه و از نظر من فوق‌العاده است. اونایی که عاشق ریسن و عاشق مثلا بازی مثل گران توریسمو و فورزا موتور اسپورت اینا هستن و کنسول ندارن، این بازی واسهشون بهترین تجربه است و واقعا بی‌نظیره. بازی سوم لیست واسه اونایی که عاشق بازی دریفتن و دوست دارن که توی مپشون دریفت بکنن، یعنی جهان بازی رو داشته باشن، حالا نه اونقدر باز ولی خب یکم تنگ‌تر، ولی خب یه مپی رو داشته باشن که توش بتونن دریفت بکشن. به نظر من حالا بازی مختلفی هستش ولی خب به نظر من این بهترینشه. بازی دریفت مکس پرو، بازی که از نظر شخصی سازی، گرافیک، دریفت همه چیز عالیه و به نظر من واسه اونایی که عاشق دریفتن خیلی خوبه. بازی که قطعا تجربه لذت بخش رو برای شما فراهم میکنه و تمام ارگونومیک دریفت رو ما داریم تو این بازی. چقدر دریفت میکنه. بازی دریفت مکس پرو نظر گرافیک هم سطح قابل قبولی رو داره که این موضوع در المان‌های اصلی بازی مانند خط لاستیک، خط ترمزمون و حتی چراغ ترمزهای عقب که اینا تو هم بازی هست کار نداریم به خوبی دیده میشه. گرافیک قابل قبولی را برای اونایی که عاشق دریفتن به نمایش میذاره. قابلیت شخصی سازی خیلی خوبی هم داره بازی. مانتا بازی نسخه رایگانه و واسه اینکه بخواید تمام قابلیت‌ها رو باز بکنید بعد نسخه پرمیوم رو دانلود بکنید که نمیشه دانلود بکنید، حتی تو نسخه مود هم این ویژگی رو باز نیست. اما نسخه رایگان بازی بازم تجربه فوق‌العاده‌ای رو به شما ارائه میده. رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم که از ویدیو خوشت اومده باشه. اگه باز از این ویدیو دوست داری که بذارم بازی خفن‌تر چه روی کنسول، پی سی و موبایل بهت معرفی بکنم، حتما این ویدیو رو لایک کن و کانال منم دنبال کن. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، فعلا.